بیا تا بهت بگم چطوری اسم دلخواه تو اینجا به جای اسم گوگل قرار بدی. کاری که باید انجام بدی خیلی ساده است. برای این کار فقط کافیه این عبارت رو یعنی مای دودل رو داخل سرچ گوگل جستجو کنی و اولین سایت یعنی کروم وب استور رو انتخاب کنی و افزودن به کروم رو بزنی و حالا اد تو اکستنشن و حالا منتظر میمونیم تا اکستنشن نصب بشه. الان میام این قسمت رو کامل پاک میکنم و اسم دلخواهم یا اسم شرکت هر اسمی که دوست داشتم رو اینجا وارد میکنم و از اینجا هم میتونم حتی اندازش رو کوچیک و بزرگ کنم و حالا گزینه شاو پریویو رو میزنم. ست میشه و از این به بعد زمانی که وارد سایت گوگل میشم میبینید که اینجا اسم دلخواه نوشته شده